سلام بچه ها، حالتون خوبه؟ من وقتایی که لحظه های زندگیمو با دوستام سهیم میشم حالم خیلی خوب میشه، مثل همین الان که میخوام این قصه رو با شما سهیم بشم. شما چی؟ شما دوست دارین چه لحظه هایی از زندگیتون رو با دوستاتون سهیم بشین؟ تا حالا بهش فکر کردین؟ راستی برای شنیدن قصه آماده این؟ یه روز سرد زمستونی خرگوش کوچولو احساس سرما میکرد و تمام بدنش میلرزید. اون با خودش گفت وای، باید برم هیزم جمع کنم و آتیش درست کنم. پس تبرش رو توی چرخ دستیش گذاشت و به طرف جنگل راه افتاد. اما کار و فعالیت براش خیلی سخت بود. آخه اون کوچولو بود و نمیتونست سری کار کنه. برای همینم فقط چند قطعه چوب باریک برید. همون موقع آقا خرسه که بینیش از سرما کبود شده بود نزدیک خرگوش کوچولو اومد و گفت سلام خرگوش کوچولو، ببینم تو چند ساعت تبرتو به من قرض میدی؟ آخه میخوام باهاش هیزم بشکنم و اجاق خونم رو روشن کنم. خرگوش کوچولو با خوشحالی تبرشو به آقا خرسه داد و گفت البته من که نمیتونم بیشتر از این هیزم بشکنم، پس بهتر اینو به تو بدم. آقا خرسه به خرگوش کوچولو قول داد که خیلی زود تبر رو برگردونه. اون وقت با دستای بزرگ و قوی و محکمش تبر رو گرفت و توی هوا تاب داد. خیلی زود صدای ترق 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 اون توی جنگل بلند شد. چند دقیقه نگذشته بود که اون یه عالمه هیزم جمع کرد. بعد تبر و هیزما رو برداشت و رفت پیش خرگوش کوچولو. خرگوش کوچولو با تعجب پرسید تموم شد؟ تو که فقط چند دقیقه از اون استفاده کردی. بعد تبر رو گرفت و دوباره شروع کرد به شکستن هیزم. همون موقع آقا خرسه پرسید خرگوش کوچولو، برای چی اینقدر هیزم میشکنی؟ ببین دوست من، اگه تبر تو نبود من الان نمیتونستم این هیزما رو داشته باشم. این چوبا هم برای من خیلی زیاده. میتونی یکم از اونو برای خودت برداری. خرگوش کوچولو با خوشحالی گفت آقا خرسه راست میگی؟ آقا خرسه هم جواب داد البته که راست میگم. بعد آقا خرسه تمام کنده های باریکو توی چرخ دستی سبز رنگ خرگوش کوچولو گذاشت. خودش هم کنده های بزرگ و سنگین رو برداشت و با خوشحالی گفت وقتی تو با من مهربون بودی و تبرتو به من قرض دادی، پس چرا من مثل تو خوب و مهربون نباشم؟ بعدم دوتایی خندیدن و به خونه رفتن. اون روز خونه هر دوتای اونا گرمتر و روشنتر از همیشه بود. بچه های عزیزم، امیدوارم که لذت برده باشید. دوستتون دارم زیاد. خدا نگهدار.